فکر کردی که آدمای جذاب چه ویژگی دارن؟ خیلی از اونها غیر از این که خوب حرف میزنن از زبان بدن مناسبم استفاده میکنن. توی این نکته میخوام 5 نکته مهم در مورد زبان بدن رو برات بگم. پس با من همراه باش. آکادمی تخصصی فن بیان و مهارت‌های ارتباطی سیدان بیان. سلام، خیلی خوش اومدی به یک ویدیوی دیگه. اگر علاقه‌مندی که آموزش‌هایی در حوزه فن بیان، مهارت‌های ارتباطی، زبان بدن و مذاکره ببینی، لطفاً ابتدا این کانال رو سابسکرایب کن. خیلی ممنونم که همراه ما هستی. میخوام توی این ویدیو در مورد زبان بدن برات صحبت بکنم و 5 تا نکته مهم در مورد زبان بدن رو بهت بگم. پس خوب دقت بکن. اگه جایی میخوای بگی که من آدم قدرتمندی هستم، من اقتدار دارم، لطفاً زبان بدنت رو کمی بازتر بکن. دستات رو از هم باز بکن. دیدی این پهلوانا که زیر بازوهاشون رو باز میکنن؟ دقیقاً این طبیعی و فطری هست. یعنی همه ما فطرتاً وقتی که قراره بگیم ما در حس قدرت هستیم، یه مقدار زبان بدنمون رو باز میکنیم. دقیقاً شما این رو در مورد حیات وحش و حیوان‌ها هم میبینید. حیوان‌ها وقتی میخوان بگن اینجا قلمرو منه، پس کمی خودشون رو باز میکنن، پشماشون رو تکون میدن و سینه‌شون رو ستبر میکنن. پس ما آدم ها هم با همین ژست و استایل میتونیم بگیم که من اقتدار بیشتری دارم. الان وقتی من دارم با شما صحبت میکنم، اگه دایره زبان بدنم در این حد باشه، با وقتی که کمی دایره بازتر میشه و دستام بازتر میشه متفاوته. اینجا میخوام بگم که من حرفه‌ای هستم، من در مورد کار خودم کاملا اقتدار دارم و این رو با زبان بدن به شما میرسونم. پس میتونم از فضاهای بالاتر و بیشتر هم استفاده کنم و کلاً دستم رو بیشتر باز کنم. شما وقتی که یک مدیر باشی و بخوای که از کارمندات در مورد موضوعی با اقتدار سوال بکنی، اگه دستت رو روی میز بذاری، دقیقاً این حس اقتدار رو به اونها میرسونه. البته پیشنهادم اینه که همیشه هم از زبان بدن اقتدار استفاده نکن، چون ممکنه آدم‌ها تو رو یک فرد مغروری تلقی بکنند. اما موضوع دوم اینه که اگه میخوای از آدم‌ها عذرخواهی بکنی، خب برعکس این باید زبان بدنت رو کمی ببندی. اینجا میتونی دستاتو ببندی و از آدم‌ها عذرخواهی بکنی. اگه شما زمانی که داری عذرخواهی میکنی و کار اشتباهی انجام دادی، زبان بدنت رو باز کنی، بگی خب ببخشید دیگه اشتباه کردم، هیچ کس ازت قبول نمیکنه. یا اینکه ممکنه واقعاً طرف فکر کنه که تو هنوز از این کارت پشیمون نیستی. پس زبان بدن رو کمی ببند، سر روی کمی بیار پایین‌تر و خودت رو جمع کن و بگو که بله، فکر میکنم اشتباه کردم. سعی میکنم که مرتبه دیگه این کار رو تکرار نکنم. بالاخص اگه اون آدم خیلی برات مهمه. حالا شاید ممکنه یه جایی بخوای هنوزم اقتدار داشته باشی، پس میتونی برای عذرخواهی کمی زبان بدنت رو بازتر بکنی. حرکت سوم زمانی هست که شما میخوای از کسی سپاسگزاری و قدردانی بکنی. برای قدردانی کردن دست به سمت قلب هر چقدر نزدیکتر باشه، یعنی من قدردان حضور شما هستم. حتی ممکنه شما دست رو بیاری بالا و اینجوری بشینی. ممکنه که شما این دست رو روی این دست قرار بدی. پس کلاً دست به سمت قلب قرار میگیره و اگه دست کاملا روی قلب قرار بگیره، یعنی من قدردان تک تک لحظه های با تو بودن هستم. پس دست به سمت قلب قرار میگیره، نشانه ارادته. شما کسی رو از راه دور میبینی، دستت رو روی قلبت قرار میدی، روی سینت قرار میدی و نشانه ارادت رو به اون میرسونی. دستت رو میاری بالا به سمت قلب، باز این نشانه ارادت و قدردانی کردن هست. اما یه موقعی هست که شما میخوای با یک نفر همدلی بکنی و یا همزاد پنداری بکنی. برای این کار از حرکت‌های مشابه خود اون فرد استفاده می‌کنی. مثلا فردی هست که خیلی زبان بدن تندی داره، پس تو هم زبان بدنت رو کمی تندتر می‌کنی. می‌بینی وقتی داره صحبت می‌کنه از دستاش زیاد استفاده می‌کنه، سرش رو تکون میده. شما هم می‌تونی یه مقدار فعال‌تر و اکتیوتر بشی، بگی بله بچه‌ها، ما با شما هستیم، بریم همه دیگه امروز می‌خوایم یه روز خوش رو داشته باشیم. می‌بینی که نوجوانا هستن. یه جایی شما میری در بین کهنسالان، در بین مدیران، در بین افرادی که احساس می‌کنی یه مقدار
کاریزمای بیشتری دارن، اونها خب به هر حال الان قراره که زبان بدن رسمی تری داشته باشن، پس شما هم اونجا زبان بدن رسمی تری رو به خودت میگیری. کنار مادرت قرار میگیری، یک زبان بدن نرم و منعطف رو برای او اجرا میکنی و سعی میکنی که اگه مادرت اهل نشستن، اهل پا روی پا انداختن، تو هم پا روی پا بنداز، تو هم میشینی، تو هم همونطور حالت و حس بدنی او رو میگیری. اگه یه آدمیه که مثلا احساس میکنی که آدم کلا راحتیه، پاهاش رو دراز میکنه، کمی تکیه میده به صندلی، شما هم با همین حالت بشین که او احساس راحتی بیشتری بکنه. پس تقلید از زبان بدن آدم‌ها این احساس همدلی رو به اونها میرسونه. حتی تو در مذاکره هم میتونی از این زبان بدن که بهش میگیم زبان بدن آیینه‌ای، یعنی تقلید از اونها، استفاده کنی. مثلا میبینی طرف دستش رو میبره زیر چونش و با تو صحبت میکنه، با یک بازه زمانی چند دقیقه‌ای این کار رو میتونی انجام بدی. میدونی که اون حس خوشایندی با این وضعیت پیدا میکنه. عقب میشینه، شما هم کمی عقب میشینی. جلوتر روی میز دستاشو قرار میده، شما هم جلوتر میشینی و دستاتو روی میز قرار میدی. و بالاخره زبان بدن پنجم، زبان بدن حرکت‌های دایره‌ایه. ما فطرتاً از زبان بدن تیز و خطی خوشمون نمیاد. پس سعی کن وقتی که داری از زبان بدنت استفاده میکنی و با آدم‌ها گفتگو میکنی، زبان بدن خطی رو حذف کنی. اگه راه میری حرکت خطی نداشته باش. اگر به سمت جلو و عقب میری حرکت خطی نداشته باش. روی یه صحنه همایش سعی کن که حرکت‌های دایره‌ای رو جایگزین حرکت‌های خطی کنی. یک دایره رو برای خودت در نظر بگیر. روی این دایره میتونی جلو بری، میتونی عقب بری، میتونی به سمت راست بیای، به سمت چپ بری، اما منحنی حس بهتری رو به آدم ها میده. حالا همین زبان بدن دایره‌ای در زبان بدن دست ها هم تعریف شده است. شما وقتی داری با دستات صحبت میکنی، به جای اینکه دستت رو به صورت خطی و تیز حرکت بدی، این حرکت رو داشته باشی که من خیلی وقتا دیدم بعضی از سخنران ها این حرکت رو دارن، این حرکت رو دارن، اینها حرکت های خطی رو ایجاد میکنه که حس خوبی به مخاطب نمیده. پس سعی کن که از زبان بدن دست کاملا فلکسیبل و دایره‌ای استفاده کنی. خطوطی رو توی هوا ترسیم بکنی که این خطوط گرد میتونه حس خوبی رو به مخاطب تو منتقل بکنه. از زبان بدنت استفاده کن، چرا که زبان بدن 55% از مؤلفه‌های ارتباطی رو به خودش اختصاص میده. و اگه علاقه‌مندی که آموزش‌های بیشتری رو در این خصوص ببینی، حتما این کانال رو سابسکرایب کن.